واقعا حج امسال زیبایی این حج در این بود که آخوندهای تنفروش و مرتد و زندیق قم و تهران الحمدلله رب العالمین وجود نداشتن. موقعی که اینها حج می اومدن، ملت تقصیری نداره، ملت فکر میکنه که اینا پیشوای دین هستن. در عرفات امسال به یک صدا همه اهل عرفه لبیک اللهم لبیک میگفتن. همه حجاجی که در اونجا بودن. هر سال که این آخوندهای نحس ایران می اومدن، قسمتی از مسلمان ها رو جدا می کردن داخل خیمه ها و به جای اینکه ملت لبیک بگن، الله سبحانه و تعالی رو به وحدانیت یاد بکنن، در اونجا دعای شرکی و دعای عجیب و غریب خودشون رو میخوندن. صدای یا مهدی و یا ابوالفضل و یا حسین و یا علی در اونجا بلند میشد. حتی در وقت طواف در جایی که مردم، یعنی در چند متری خانه کعبه در داخل مسجد الحرام، دیگه در اینجا الله سبحانه و تعالی در مورد مساجد میگه ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. در مسجد نباید که غیر از الله سبحانه و تعالی رو، امر الله سبحانه و تعالی کسی دیگر رو یاد بشه. حتی در اثناء طواف هم یا علی و یا ابوالفضل و یا مهدی و یا فلان و یا علان سر میدادن. در جایی که در مراسمی که شعارش لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، همه چیز شریکی تو نداری، به خدمت حاضرم پروردگارا، حمد و ستایش، پادشاهی جهان، همه چیز، همه نعمت هایی که بر ما ارزانی داشتی همه از جانب توست. ان الحمد والنعمت لک والملک، ملک، پادشاهی هم از آن تو است. لا شریک لک، دوباره تاکید میکنه که هیچ شریکی تو نداری. در همین مراسم پرچم دست حاجی بیچاره میدن، یا مهدی ادرکنا، یا حسین، یا ابوالفضل، یا فاطمه الزهرا. الحمدلله امروز و امسال نیامدن اینها به حج، واقعا انسان در ایام حج اون روحانیت و اون معنویت حج رو احساس میکرد. نه پرچمهای شرکامیز اینا در جای نصب بود، نه صداهای نحس مداها و آخوندهای اینها بلند بود. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی برای همیشه شر این آخوندهای نجس رو از حرمین شریفین دور بگردانه و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی با سقوط و از بین رفتن این حکومت ظالم و مستبد و این زنادقه‌ای که در اونجا حکومت میکنن، ملت شریف ایران نفسی تازه بکشن و بتونن دوباره در کنار مسلمان ها به زیارت اماکن مقدسه و قبله اول مسلمان ها و ادای رکن پنجم